زنان خوشبخت کدام زنها هستند؟ اول به طور خلاصه و فشرده زنی که مسلمان و مؤمن باشد، دوم محجبه باشد، با حجاب باشد. حجاب هم گفتیم که چادرهای بسیاری از چادرهای امروزی و چادر نمازهای امروزی اینا حجاب نیست، اینا بی‌حجابی هست. حجاب همونه که کسی متوجه نشه. این چادر زرق و برقداری که میپوشی رنگ برنگی، این حجاب نیست. پس خوشبخترین زن زنی هست که محجبه باشد، با حجاب باشد. سوم عفیفه و با عفت و پاک دامن باشد. سوم شاکر باشد، به هر سویه و به هر جایگاه و به هر خانواده‌ای که هست، به هر فامیلی که قرار گرفته شاکر باشه، اگر نعمت برایش آمده شکر کنه. چهارم صابر باشد، اگر مشکلاتی بر سرش هست صبر کنه، این مشکلات به پایان میرسه، روزی فرحت و خوشحالی و عزت و سرفرازی به سراغش میآید. پنجم صابر باشد. ششم ذاکر باشد، یک لحظه از عمر خود را به غفلت سپری نکند، همیشه به یاد خدا و به ذکر الله باشد. هفتم با اخلاق باشد. هشتم با ادب باشد. نهم مطیع و فرمانبردار شوهر باشد. دهم حافظ به خانه و زندگی شوهر باشد، محافظ خوبی باشد. این 10 شرط می شود زن خوشبخت دنیا و آخرت. الله سبحانه و تعالی همه خواهران مسلمان ما را خوشبخت دنیا و آخرت بگرداند.